گوناگونی آداب و رسوم، تنوع سوغاتی‌ها و صنایع دستی رو به همراه داره. در جشنواره چله ایرانی این دستاوردها به نمایش گذاشته شده. همون سنت گذشتگان، درک متقابل از همدیگه داشته باشن، مشکلات رو مطرح کنن، شادی‌ها رو تقسیم کنن، بیشتر به قول معروف از تنهایی بیرون بیان. به شب یلدا که نزدیک میشیم بازار پر میشه از میوه‌های رنگارنگ، از هندوانه گرفته تا انارهای آبدار و خوش رنگ. انار شب یلدا بفرمایید، انار تازه. شب یلدا شما چه رنگه تو سابه؟ قرمز، مثل انار قرمزه. انار میذاریم، انجیل میذاریم، گردو میذاریم. آیین‌های سنتی مختلفی در شهرها و روستاها برای شب یلدا داریم، اما نقطه مشترک همه اینها به وجود اومدن یک فرصت دیگه برای دور هم جمع شدنه. شب یلدا همه جمع میشیم دور هم، خونه بزرگترها. شب یلدا یه شب جمع‌گرایی هست دیگه. ما دیگه مثلا بزرگ اون طایفه که هست همه جمع میشن، شاید مثلا اگه 100 نفریم 100 تا قوری چای میشه، با هر کسی هم استکان خودش جلوی خودش. شب یلدا خیلی کرمان فرق میکنه چون اکثرا خشکه. شب یلداش یه نمه بارونی میزنه، همه کرسی ما نداریم، بیشتر جای سردسیری کرسی میذارن. ما هنوز تجربهش نکردیم. توی کرمان ما آجیل سلامت داریم، قطاب و کلمپه کرمانی داریم، کماچ سهن که طعم فوق العاده ای داره و یه سری غذاهای مخصوص کرمونی که درست میکنن. دور هم جمع میشن، بالاخره شعر میخونن، میگن، میخندن، یه سری داستانای قدیمی. نقاط مشترک رسوم یلدا در گوشه و کنار ایران فراوان است. پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر مادرها، بزرگا همه هستن دور هم. شاهنامه خونی هست، فال حافظ میگیریم. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، هر کجا که باشی با هر آنچه که در اختیار داری سفره‌ای به سادگی دلهای بزرگ پهن می‌کنی. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.